بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله تعالی قرین راه شما بود. الله رو شاکریم از اینکه یک بار دیگر این فرصت در اختیار ما و همکاران بنده در اتاق فرمان رفیع جان، محمد و احمد و عبدالله و فرید عزیز قرار گرفت تا در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل. و همچنین خوشحالیم از اینکه بار دیگر این فرصت باز نصیب شد تا در خدمت جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هم باشیم در این برنامه با موضوعی جدید و موضوعی دیگر از موضوعات سفره دل. در ابتدا من سلام عرض میکنم از طرف خودم و به نمایندگی شما بینندگان عزیز محضر جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز. جناب دکتر عرض سلام و ادب و احترام. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و بزرگوار و خدمت تمامی بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستند و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شبکه جهانی وصال حق، تمامی دستاندرکاران، دوستان، مهتران و خوبانی که منت نهادند بر بنده و برای این برنامه من هم دعوت کردند. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. بینندگانی که همراه ما هستن میدونن که ما در این برنامه سعی کردیم همیشه به دور و بر خودمون بیشتر دقت بکنیم به اون دردها و مشکلات و حتی شادی هایی که دور و بر هستن و شاید اون گونه‌ای که حق مطلب هست و اون گونه‌ای که شایسته هست بهش توجه نکردیم و دقت نکردیم به این مسائل با دیدی دقیق تر نگاه بکنیم. انسان وقتی که میبینه دور و برش یک نفر از جامعه، یک برادری، یک خواهری درجاتی رو طی میکنه، ترقی میکنه، رشد میکنه، به تکامل میرسه، به موفقیتی دست پیدا میکنه، خوشحال میشه. انسان وقتی که میبینه یکی از فرزندان جامعه به درد جامعه میخوره، وقتی که یکی از فرزندان جامعه که جامعه روی اون زحمت کشیده بود، روی اون سرمایه گذاری کرده بود، روی اون به هر حال خرج کرده بود، به یک مقامی میرسه، به یک درجه میرسه که الان خودش میتونه باری رو از جامعه به دوش بگیره و الان در مقابل اون خدمت‌هایی که به اون شد، در مقابل به اون اهتمامی که نسبت به اون بود، الان میتونه یک مهره مفید باشه و مثمر ثمر باشه. انسان خوشحال میشه. انسان وقتی که میبینه خواهری به مدارجی از علم دست پیدا میکنه، به درجه و مقامی میرسه که الان میتونه یک بانوی محترم و بزرگوار و مفید و مثمر ثمر باشه برای جامعه خودش، انسان خوشحال میشه. از اینکه میبینه این بانو دختر دیروز، اون طفل خردسال دیروز، امروز مادری شده، امروز خواهری شده، امروز بزرگواری شده که میتونه مشکلات هم نوع خودش رو حل بکنه، میتونه که دست اونها رو بگیره و اونها رو با خودش قدم به قدم به ترقی و پیشرفت سوق بده. وقتی انسان میبینه که یکی از فرزندان جامعه مدال افتخاری رو برای جامعه کسب میکنه، انسان از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجه، گویی که خودش این مدال رو کسب کرده و این افتخار رو نصیب جامعه خودش کرده. در مقابل وقتی انسان در جامعه خودش قدم میزنه و میبینه که همون جوانی که این توانایی، استعداد و قابلیت رو داشت که اگر در مسیر درست قرار میگرفت باعث افتخار جامعه میشد، اما به دلایل مختلفی که انشاءالله در این برنامه بهش خواهیم پرداخت، به دلایل مختلفی این انسان الان در گوشه ای از خیابان، در گوشه ای از یک پارک، در گوشه ای از خانواده و جامعه افتاده و سربار جامعه است و دیده دیگران نسبت به این شخص دیده مثبتی نیست. به دیده تحقیر به اون نگاه میشه، به دیده اهانت به اون نگاه میشه. اون جوانی که
وقتی انسان به اون نگاه میکنه و خودش رو جای اون میگذاره و یا اینکه برادر خودش رو تصور میکنه که اگر در همچنین حالی باشه، در چنین حالی باشه، اشک در چشمان انسان جاری میشه و بغض گلوی انسان رو میگیره. و اگر این داستان برای یک زنی اتفاق بیفته که زنی به این درد مبتلا شده باشه، خود عریان بودن این درد و داستان چنان واضح و آشکاره که انسان دیگه نیاز نیست درباره‌اش سخن بگه که اگر زنی به دامن اعتیاد گرفتار شد و معتاد شد، چه مصیبتی و چه دردی و چه اندوهی باید به سراغ جامعه بیاد در مقابل این ثروت، در مقابل این مروارید، در مقابل این گوهری که از دست داد و تبدیل شده الان به یک مهره مضر، تبدیل شده به یک سم مهلک و تبدیل شده به یک سربار برای جامعه، چه مرد چه زن. امروز میخوایم با شما عزیزان درباره اعتیاد صحبت بکنیم. این دردی که نمیتونیم اون رو از جامعه خودمون حذفش بکنیم. متاسفانه دردی که در جامعه هست یکی از مشکلات روانی و اجتماعی جامعه ما که ما باش درگیریم و گلاویزیم. شاید کمتر بهش فکر کردیم. شاید الله تعالی بر ما این منت رو گذاشته که در جمع ما، در بین خانواده ما، دوستان و آشنایان و اطرافیان ما کسی نیست که مبتلا باشه به اعتیاد، اما خیلی ها رو روزانه میبینیم. چطور باید با اینها برخورد بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ اصلا اعتیاد چی هست؟ امروز میخوایم با شما درباره این موضوع تلخ صحبت کنیم. گرچه تلخه اما مهمه و باید درباره صحبت بکنیم به خاطر نجات جامعه خودمون، به خاطر اهمیت به جامعه خودمون. اینها جزئی از پیکره جامعه ما هستند. معتادان جامعه ما جزئی از بیماران جامعه ما هستند که باید به داد اونها برسیم. با جناب دکتر بحث خودمون رو آغاز میکنیم درباره موضوع اعتیاد. جناب دکتر، من دوست دارم که ابتدا در معرفی خود این بیماری وقتی صحبت از اعتیاد مطرح میشه در این با مقداری صحبت بفرمایید برای ما و بینندگان عزیز که منظور و مراد و مفهوم ما از واژه اعتیاد چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اولا بنده کمال سپاس و تشکر رو دارم از برادر و سرور بزرگوارم جناب سلیمانی که چون پدری دلسوز مشکلات جامعه رو یکی یکی پیگیری می‌فرمایند و فرصت میدن که با دوستان، با بینندگان عزیز در پی حل این مشکلات و وارسی اینها یک قدمی برداریم. اعتیاد، وقتی که ما دم از اعتیاد میزنیم یا حرف از اعتیاد میزنیم تو ذهنمون تجلی میکنه که این یک گناه کبیر است، یک لغزش هست، یک جنایت هست در حق خود، در حق جامعه، یک زنده به گور کردن خود هست. این تصورات بسیار تند و تلخی که غالباً در ذهن ما تداعی میکنه و متاسفانه طوری این رو ما اومدیم در جامعه معرفی کردیم که به معتاد به شکل یک انسانی که به اصطلاح از انسانیت جدا شده، به شکل یک حیوانی که از جامعه بشریت طرد شده نگاه میکنیم و همین هم هست که میبینیم که معتادان در گوشه و کنار خیابونها و در خرابه ها افتادن، کسی بهشون توجه نمیکنه، از کنارشون رد میشیم، همینجوری چپ بهشون نگاه میکنیم، اگر دستمون رسید سنگی کلوخی هم میزنیم تو سرشون، در حالی که قضیه اینطور نیست. ولقد کرمنا بنی آدم، خداوند متعال انسان رو کرامت و جایگاه خاصش رو داده. قدسیت انسان همیشه برقرار هست، حالا این انسان هر کی باشه و در هر گناهی هم که آلوده باشه. و وقتی ما دم از گناه میزنیم، خب وقتی گناه های دیگه هست، خیلی گناه ها به مراتب از اعتیاد بدتر هست. مگر شرک از اعتیاد بدتر نیست؟ مگر این قبر پرستی که در جامعه ما رواج پیدا کرده از اعتیاد بدتر نیست؟ در آمار و مطالعاتی که بعضی از پژوهش ها در جامعه ایران زمین حداقل به اصطلاح رده‌بندی کردن معضلات جامعه ایرانی رو، بیکاری رو در سطح
مشکلات قرار دادن، بعد از اون گرانی، بعد از اون اعتیاد رو جامعه ایرانی با 89.3% آرا این رو به عنوان سومین معضله بزرگ جامعه معرفی کرده. پس واقعا یک معضله سختی هست، یک جنایت هست، همونطور که به اصطلاح ما تصور میکنیم، یک گناه بزرگ هست. همه اینها در جای خودش، اما در عین حال روانشناسی نوین و پژوهش‌های علمی جدید دوست داره که اعتیاد رو به عنوان یک بیماری معرفی کنه و این با اعتیاد بیشتر میخوره. وقتی که بیماری اصلا در جسم چی هست؟ وقتی یک عضوی از جسم اون وظایف خودش رو به نحو احسن انجام نده، یک نوع تخلخلی در ادای وظیفه‌اش به وجود بیاد، ما میگیم که این جسم یا این عضو بیمار هست. دقیقا همین صورت با مغز به اصطلاح همین مشکل با مغز پیش میاد. قسمتی از مغز نقش مهم تصمیم گیری، از حافظه، یادگیری، قضاوت، این منطقه از مخ بر اثر استعمال بعضی از مواد دچار معضله میشه، خوب ادای کار نمیتونه ادای کار کنه. این حالت رو ما میگیم اعتیاد. چون که سبب این معضله استعمال مواد مخدر بوده، خب خیلی برای ما سختمون میشه. طرفی میگیره پولش رو به اصطلاح داغون میکنه، درآمد خانواده رو داغون میکنه، میره یه چیزی رو با دست خودش با اختیار خودش میاد این رو میخره و استفاده میکنه و خودش رو داغون میکنه، جامعه رو داغون میکنه و کل خانوادهش رو از بین میبره. این رو ما به عنوان یک گناه بسیار بسیار بزرگ تلقی میکنیم. این قسمت از برداشت ما در جامعه چیز کاملا طبیعی هست. ما این رو میبینیم با چشم خودمون، طرف میاد همچنین گناهی رو مرتکب میشه، همچنین اشتباه بزرگ و همچنین لغزشی رو جلوی چشم ما یا با اختیار خودش که چون که ما گمان میکنیم به اصطلاح این مرتکب میشه و این رو ما خیلی بد میدونیم. اینی که اعتیاد یه چیز بدی هست، یک معضله هست، روشش بحثی نیست. بحث اینجاست که یه فردی در این به این بیماری دچار شده. حالا سببش خودش هست. بله، اون کسی که هم فشار خون هم گرفت، اون کسی که بیماریش قند هم گرفته، اون کسی که بیماری قلب هم گرفته، اون هم سببش خودش بود. پرخوری کرد، نمیدونم چربی بدنش بالا رفت، فلان کرد، ورزش نکرد، همه این قضایا خودش بیمار شد. اما ما چرا به این بیمار با یک دید دلسوزانه نگاه میکنیم، میبریمش پیش پزشک، میریم دنبال علاج و درمانش میشیم، در حالی که این بیمار اعتیاد معتاد همین بیمار هست و الان درسته که گام اول رو خودش نهاده و در این به اصطلاح باطلاق افتاده، اما الان دیگه در اختیار خودش نیست. احساس گناهشو داره، توبه هم میخواد بکنه، پشیمان هم هست، اما کسی رو نداره که دستش رو بگیره در پی درمانش باشه. اینجاست که نیاز هست جامعه دید خودش رو نسبت به معتاد عوض کنه و در پی علاج و درمان معتاد باشه، نه در پی اینی که به اصطلاح کسی تو چاه افتاده یه سنگی هم منم بالای سرش بندازم. نه خیر، دستش رو بگیرم از چاه درآرمش، چون بینی که نابینا و چاه هست، گر خاموش بنشینی گناه هست. و یک حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو در اینجا جا داره که من یادآور کنم و اون اینه که ان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی. خداوند در کمک به انسان هست، در فکر انسان هست، هرگاه اون انسان در فکر برادرش باشه. این حدیث در ظاهر ما همینجور ساده ازش میگذریم، اما میخوایم که یک مقداری باش وایسیم. خداوند در فکر من نوعی هست یعنی چی؟ من کجا هستم؟ این دنیا، همه این کره زمین رو وقتی ما میایم در کهکشان نگاه میکنیم یه نقطه بیشتر نیست. این کره زمین و این کهکشان رو باز در کهکشانها نگاه میکنیم، باز همش صفر کوچیکی میشه. وقتی این زمین رو در فضای ملکوتی نگاه میکنیم در مقابل عرش خداوندی و آسمانهای هفتگانه، اصلا این زمین قابل رؤیت نخواهد بود. تو این زمینی که اصلا قابل رؤیت نیست، من نوعی چه جایی دارم؟
من در حجم این زمین از یک مورچه‌ای هم به مراتب کوچکتر و کوچکترم. اون وقت خداوند از بالای عرشش میاد میگه که من در فکر هوای تو رو دارم. آقا سلیمانی، خداوند میفرمایند که من هوای تو رو دارم. چرا؟ چون که شما انسان به فکر برادر هم نوعت بودی. این معنا رو باید یادآوری کنیم به خودمون و این رو وقتی میفهمیم که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از اعتکاف در مسجدشون بیرون میرن برای به اصطلاح رسیدن به مشکل یک انسانی و میفرمایند که اگر من در حل مشکل یک انسانی حرکت کنم برام عزیزتره، با ارزشتره از اینی که 2 ماه متوالی رو در مسجد النبی به اعتکاف بشینم. پس ما ببینیم در چه عبادت بزرگی ما داریم کوتاهی میکنیم. جناب دکتر، اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، دسته بندی بکنیم انواع اعتیاد رو، حالا در ابتدای بحث به خاطر آشنایی بیشتر، چه دسته بندی شما انجام میدید انواع اعتیادها رو؟ حالا یکی از شاید به چای هم اعتیاد داشته باشه و یکی به قهوه اعتیاد داره، یکی به حالا یک نوشیدنی یا یک غذا یا یک به هر حال میوه خاصی اعتیاد پیدا کرده باشه. تقسیم بندی اگر در این باب داشته باشید تا موضوع مد نظر ما بیشتر مشخص بشه که در چه بابی صحبت میکنیم. ما در بسیار با 2 واژه در گفتار روزانمون زیاد برخورد میکنیم. یکی واژه عادت هست، یکی واژه اعتیاد. عادت یعنی اون چیزی که من بهش اعتیاد پیدا کردم، درسته؟ با اعتیاد شباهت داره در به اصطلاح استمرار بودنش و اینی که انسان همیشه در پی اون هست. اما عادت به اختیار خودم هست، خودم این کار رو میکنم، هر وقت هم بخوام ترکش میکنم و قدرت ترکش هم رو دارم و این حالا چه استعمال یک چیزی باشه، حتی اگر از جمله مواد مخدر باشه یا یک خوردنی خاصی باشه یا نوشیدنی خاصی باشه یا بعضی از رفتارها باشه، به فلان رفتار عادت کرده و به راحتی میتونه ترکش کنه، به اختیار خودش هست. اما اعتیاد نه. اعتیاد بعضی از استعمال بعضی از به اصطلاح مواد هست یا بعضی از رفتارها، چون که ما وقتی از اعتیاد حرف میزنیم اعتیاد به اصطلاح مواد داریم و اعتیاد رفتاری داریم. بعضی از رفتارها هم انسان بهش معتاد میشه. بعضی از افراد بنا به دلایلی که باز دلایلشون با دلایل اعتیاد به مواد چندان تفاوت نداره، ضررهاشون هم در خیلی موارد چندان کمتر نیست و در مواردی هم بیشتر هست. اعتیاد به مثلا به روابط جنسی نامشروع، اعتیاد به نمیدونم عادت سری یا خود ارضایی، اعتیاد به پرخوری، اعتیاد به نمیدونم اسراف بیمورد. بعضی اعتیاد دارند معتاد خریدهای بیمورد هستند، روابط رفتاری بیمورد. بعضی حتی معتاد میشن به یک کار معینی، یک شغل معینی، یک رفتار معینی، یک حرکت رفتاری مشخصی. اینا همش نوعی از اعتیاد هست و در بعضی موارد خیلی ضررهاش به مراتب از این معتادی که به اصطلاح داره خودش رو میکشه یا خودش رو به زنده به گور کرده به تصور ما خیلی بیشتر هست. اونی که معتاد هست به روابط جنسی نامشروع، اونی که معتاد هست به فیلم‌های مستهجن و عکس‌های مستهجن، در خیلی موارد ضررهاش برای جامعه و برای خودش به مراتب از ضرر یک معتاد مزمن هم به مواد بیشتر هست. اما کسی که به اصطلاح معتاد میشه به مواد، این یک نوع با یک جنجال روحی روانی درگیر میشه. الان این شخص اراده خودش رو از دست داده، ما دلمون میخواد که اون ترک کنه، اون هم دلش میخواد، اما دیگه الان توانش رو نداره. اینجاست که نیاز هست جامعه دست تو دست هم بده برای درمان یک معتاد. درمان و علاج یک معتاد از دست خودش خارج هست، در بسیاری از موارد از توان خانوادهش هم خارج هست. اینجاست که دیگه جامعه مدنی باید روی این مسئله
مایه بذاره. من خیلی خوشحال شدم وقتی که در بحث اعتیاد به پژوهش‌های جامعه مدنی ایران زمین مثلا نگاه می‌کردم، خیلی جای خوشحالی داشت که در این زمینه کارهای بسیار بسیار خوبی صورت گرفته. افرادی مایه گذاشتند، پژوهشگرایی مایه گذاشتند، راه‌های درمان، علاج و به اصطلاح پیگیری و ضررهایی که اعتیاد بر تمام اقشار جامعه داره، اینها رو مورد بحث و پژوهش قرار دادن، راه حل‌ها پیشنهاد کردن. این رو ما در جامعه‌ای داریم که رهبریت جامعه، مدیریت جامعه نقش بسیار عمده‌ای داره در به اصطلاح ترویج اعتیاد و به خصوص در بعضی از مناطق مثل مناطق اهل سنت و مناطق اقلیت‌های به اصطلاح مرزنشین، به خاطر به اصطلاح منافع مافیاهایی که در به اصطلاح تنه رهبریت رسوخ کردن. به هر حال همه این مشکلات با وجود این فسادی که ما در مدیریت داریم، می‌بینیم جامعه مدنی در حال فعالیت هست و برای حل این معضله اجتماعی میخواد که تلاشی بکنه و کارهایی انجام گرفته که خیلی جای خوشحالی و سعادت داره. جناب دکتر اجازه بدید قبل از این که من سوال بعدی رو از خدمت شما بپرسم، بینندگان عزیز رو هم با خودمون شریک بکنیم در موضوع. عزیزانی که نظری، پیشنهادی یا سوالی در این مورد دارن میتونید با ما مکاتبه بکنید از طریق SMS که انشالله عزیزان کنترل براتون زنیوز خواهند کرد شماره رو، و همچنین از طریق واتساپ هم با همین شماره که SMS هست، عین همین شماره با همین شماره از طریق واتساپ هم میتونید پیام های خودتون رو برامون بفرستید، چه از طریق SMS چه از طریق واتساپ. با همین شماره که عزیزان زیرنویس کردن میتونید با همین شماره تماس بگیرید، مکاتبه بکنید و بفرستید پیام های خودتون رو. انشالله در خلال برنامه حتما مطرح خواهیم کرد، علاوه بر این که پیام های صوتی هم از طرف شما عزیزان برای برنامه رسیده که انشالله اونها رو هم باز در پایان برنامه بخش پایانی مطرح خواهیم کرد و انشالله پخش خواهیم کرد که به پاسخ اونها بپردازیم. جناب دکتر، حالا برگردیم سراغ موضوع خودمون. اگر بخوایم ریشیابی بکنیم این درد رو، به هر حال این بیماری یا حالا اعتیاد، عادت، هر اسمی که روش گذاشته میشه، چه عواملی رو شما مؤثر میبینید و چی سبب میشه؟ چرا اصلا انسان کشیده میشه به سمت اعتیاد؟ مهمترین نقطه ای که باعث میشه انسان دچار لغزش بشه و اون سعادت که حق مسلم هر انسان مؤمن هست ازش سلب بشه، قرآن کریم این رو برای ما بیان کرده. قرآن کریم میفرمایند فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی. کسی که راه و روش فطرت زندگی رو که خداوند در قرآن کریم بیان کرده اون رو در پی بگیره، هرگز گمراه نمیشه و هرگز بدبخت و نیگونبخت نمیشه. در مقابل و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اون کسی که از راه خدا بی راهه بره، اون کسی که راه و رسم زندگی رو اشتباه طی کنه و از تربیت اسلامی و تربیت قرآنی بدور باشه، اون کس فإن له معیشة ضنکا، زندگیش باید بدبختی باشه. یعنی اینی که سعادت و خوشبختی ضمانت شده برای یک انسان مؤمنی که در راه خداست. کسی که از راه خدا به در رفت، این هم براش بدبختی ضمانت شده، امکان نداره. ببینید آقای سلیمانی، ما یک نیازهای جسمانی داریم و یک نیازهای روحی روانی. نیازهای جسمانی، خب مثلا غذا باید بخوریم. حالا اگر غذا نخوردیم چی میشیم؟ گرسنه نمیشیم. الان منم غذا نخورم گرسنه نمیشم، شما بیننده هم غذا نخورید گرسنه نمیشید، آقای سلیمانی هم غذا نخورن گرسنه نمیشن، بزرگمون هم غذا نخوره گرسنه نمیشه، کوچیکمون. یعنی یک چیز نیاز جسم هست. یه نیاز دیگه هست، نیاز روح هست. نیاز روح رو اگر برآورد نکنیم ما روانی میشیم. خب نیاز روح چی هست؟ قرآن هست. نیاز روح، شفای قلب ها قرآن هست. کسی که با قرآن بیگانه است، با خدا بیگانه است، با ایمان بیگانه است، این روحش تشنه است. یعنی چی؟ یعنی خلل داره، یعنی نرمال نیست، یعنی روانی هست. به تعبیر ما یعنی روانی هست، انسان به اصطلاح نرمالی نیست. خب این شخص، حالا هر کی میخواد باشه،
بزرگ باشه، کوچیک باشه، عالم باشه، جاهل باشه، هر کی باشه که از راه خدا به در باشه، این انسان درستی نخواهد بود، نرمال نخواهد بود. پس به اصطلاح بدبختی و نگونبختی براش حتمی هست. حالا در محیط جامعه، انسانی که ما که به اصطلاح از تربیت اسلامی دور شدیم، خانواده رو از تربیت اسلامی دور کردیم، زندگیمون غیر اسلامی، رفتارمون غیر اسلامی، تربیتمون غیر اسلامی، خب نتیجهش هم وقتی میاد یه سیلی هم میاد به نام اعتیاد. اونجاییم که باز مینالیم. خب پس اولین کار مشکل تربیتی است. بعد از اون در این جامعه‌ای که هست، خب منی که تونستم بچه خودم رو تا حدودی کنترلش کنم، خب محیط جامعه یه فسادی داره و بچه هم در مراحل مختلف زندگی یک به اصطلاح مسیر رو طی میکنه، احیانا از باب کنجکاوی با دوستاش نشسته، دوستای منحرف، دوستای ناباب، خب کنجکاو هست، همه به اصطلاح سیگار میکشن، همه یه اعتیادی دارن، اینم بهش طعنه میزنن، خب اینم میخواد یه تجربه‌ای کنه. این کنجکاوی اون رو باز میکشه به طرف پله پله به طرف به اصطلاح اعتیاد. مسائل دیگه هست که داخل خانواده هست، مشکلات به اصطلاح روحی روانی که در داخل خانواده احیانا اتفاق میفته، این هم باعث میشه که بچه‌ها منحرف بشن. بچه‌ای که مثلا در خانواده‌ای هست که پدر و مادر همیشه مشکل دارن، احساس بی‌ارزشی میکنه، احساس کمبود عاطفه میکنه، میره باز این عاطفه رو جبرانیش کجا؟ تو پاتوق جوونای مثلا ناباب. خب میخواد اونجا عزیز باشه، باید رنگ اونا رو بگیره. خب این مسائل، احساس به اصطلاح حقارتی که درش هست، احساس بی‌ارزشی که درش هست، روابط نامطلوبی که والدین این رو به اصطلاح این فضا رو به وجود میارن، اینها در خیلی موارد بچه رو منحرف میکنه و به سوی به اصطلاح پاتوق‌های ناباب و نادرست میکشه. در خانواده‌ای که معتاد هست و اونجا دسترسی به مواد آسون هست، خب بچه از باب کنجکاوی یا از باب به اصطلاح همرنگ بودن به ادای پدر یا مادر رو در آوردن، خب یه دهنی دزدی به اعتیاد میزنه و اعتیاد مشکلش این هست که اول وقتی که کسی استفاده میکنه از این مواد مخدر، یک احساس لذتی بهش دست میده. این احساس لذت اون رو میکشه، یک نوع غروری در اون به وجود میاره، احساس میکنه خیلی بزرگ شده، قدرتمند شده، خیلی از دیگران به اصطلاح فرق میکنه، قدرت هایی داره که دیگران ندارن، توانمندی هایی درش ظاهر شده، یک نوع تصورات و وسوسه های کاذبی درش به وجود میاد. این باعث میشه که خب تشویق بشه بار دیگه این مسیر رو ادامه بده. بعد که دیگه تو منجلاب افتاد، دیگه نمیتونه باز ترک کنه و با وجودی که میدونه ضررهایی که توش هست، به پیامدهای نابسامانی که داره، ناهنجاریه که براش به وجود میاره، دیگه اونجاست که مهارش از دستش رفته، افتاده تو دست اون مواد مخدر. این از جمله مواردی هست که در جامعه باعث اعتیاد میشه. بیکاری جوونایی که بیکارن، خب کجا میرن؟ دور هم دیگه جمع میشن تو قهوه خونه ها، توی پاتوق های جوونا، و اونجا یه نفر معتاد باشه، بقیه رو هم به اصطلاح یه سیب خراب باشه، بقیه رو هم خراب میکنه. یا جامعه هایی که به اصطلاح خاصتا در جامعه مدرن که یک مقداری رفاه اجتماعی اقتصادی هست، این رفاه اقتصادی باعث یک فرهنگ های نابابی رو در جامعه درست کرده که از زمانهای قدیم هست و هنوز هست، که به اصطلاح قلیون چاق کردن و نمیدونم یه تریاکی هوا دادن و اینا. خب در این خانواده ها اعتیاد زود رشد میکنه. در مقابل هم فقر اجتماعی در خیلی از موارد خب انسان رو مجبور میکنه، یا انسان احساس میکنه که مجبور شده، ایمان ضعیف هست. به اصطلاح همون مورد اول که اشاره کردم، مورد به اصطلاح تربیت اجتماعی و تربیت خانوادگی، این ضعیف هست و این باعث میشه که به اصطلاح طرف به اعتیاد کشیده بشه. روند زندگی شهری و گرانی ها که باعث میشه که یک شخص 2-3 جا کار کنه، خب و انتقال از یک کار به کار دیگه، خستگی که به وجود میاد، خب میخواد این خستگیش رو با یه دودی طرف به اصطلاح تسکین بده. این هم در بعضی موارد باعث میشه که در جامعه اعتیاد به وجود بیاد.
تسلط بعضی از به اصطلاح بعضی از دوستان به من خورده میگیرن که شما خیلی وقتا مسائل اجتماعی رو با مسائل سیاسی قاطی میکنید، اما واقعیت این هست که این مسائل جامعه اینقدر به هم گره خورده که ما نمیتونیم این گره رو انکار بکنیم. مثلا یک گروهی بر جامعه مسلط میشن، یک مافیایی بر جامعه مسیطر میشه. این مافیای مسلط بر جامعه اون فرهنگی که در بینش رواج داره، اون عادات و تقالید خودش رو خیلی وقتها به زور هم که شده به جامعه مثلا تحمیل میکنه. متاسفانه اعتیاد در قشر روحانی حاکم بر جامعه بسیار درصدش بالاست. ما در بین مثلا آخوندها اعتیاد بالای 90% داریم. الان این آخوند تمام شریان زندگی جامعه رو در دست داره. خب این یکی از مثلا عادت‌های زشت مثلا اعتیاد و به خصوص اعتیاد به تریاق از این قشر به جامعه متاسفانه در خیلی موارد منتقل میشه و میبینیم که دم از تریاق وقتی زده میشه در جامعه ما، اعتیاد باش خیلی برخورد شدید میشه، مگر اعتیاد به تریاق. و حتی بعضی از مراجع عظام متاسفانه نه اینکه با پررویی جلوی مردم دود میزنند، براش هم فتواهایی میتراشند و حلالش میکنند. اینجاست که دیگه حالا از کی بنالیم؟ وقتی که میگیم مثلا چون بگندد چیزی نمکش زنند، حالا وای به حال اون روزی که بگندد نمک. حالا جناب دکتر اجازه بدید که بگذاریم از این بحث‌های سیاسی، حالا اینا رو کمی دورشون کنیم. بالاخره جامعه ما علل خصوص کسانی که در ایران زندگی میکنن خودشون با چشم سر دارن میبینن دیگه این حقایق رو و بعید میدونم کسی این آماری رو که شما دادید انکار بکنه. اما از این موضوع هم که بگذاریم، اگر بخوایم شناختی داشته باشیم چه علائمی و چه نشانه‌هایی رو میتونید ذکر بکنید که این نشانه‌ها دلالت بر اعتیاد میکنه؟ یعنی اگر شخصی ما همچین نشانه‌هایی رو در وجودش دیدیم میتونیم که این احساس خطر رو نسبت به اون داشته باشیم که این شخص مبتلا شده به اعتیاد. واقعا این یک مورد بسیار حساسی هست، چون که جامعه ما به طور عموم در واقع مارگزیده شده. درصد بالای اعتیاد و فجایعی که معتادان در جامعه به بار آوردن هر خانواده ای رو وحشت زده کرده. همه تا بچهشون یک لحظه ای از جلوی چششون دور شد به اصطلاح یک 4 تا علامت استفهام رو سرش میذارن و به اصطلاح. اما جالب هست که ما هنوز هم همون ریتم قدیم فرهنگ قدیممون رو در به اصطلاح محاسبه بچه هامون داریم. اگر بچه هامون 1 ساعت از خونه دیر اومد دعوا شروع میشه و مورد محاسبه قرارش میدیم، کجا بود، چی کار کرد، با کی نشست، چی کار نکرد. اما همین بچه تو خونه از جلوی چشم ما مشغول هست با لپتاپش، با آیپادش، با اینترنتش، این رو اصلا بهش توجه نمی کنیم، در حالی که دور شدن 1 ساعت بچه رو تا سر خیابون برد و آورد و در حالی که بچه‌ای که جلوی تو خونه است و به اصطلاح ما اصلا بهش توجه نمی کنیم با اینترنت، این میتونه در کل دنیا سیر و سیاحت کنه و در بدترین کاباره‌ها سر بزنه، در به اصطلاح فاسدترین مناطق جهان و باطلاق‌های اخلاقی کشیده بشه و سر بزنه. متاسفانه علامت هایی که ما باعث میشه که به اصطلاح خانواده ها رو بچه هاشون شک کنند یا یه مقداری حواسشون بیشتر جمع بشه، بعضی مسائلی هست که روی جسم انسان ظاهر میشه، بعضی از علائم های رفتاری هست و بعضی هم علامت های روانی هست. مسائل جسمانی، خب بچه میاد چشاش پف کرده، سرخ شده، سفیدی چشش سرخ شده، مردمکش بزرگ شده یا کوچیک شده، چشاش غیر طبیعی هست. خب این ما رو به زنگ خطر رو باید در خونه به صدا در بیاره. یا بچه‌ای که به صدا دماغش زیاد خون میاد، الان خیلی از اعتیادهای شیشه و نمیدونم کوکائین و اینا با دماغ هست. خب این باعث میشه که
کار دماغ درست پیش نره، یک نوع تشنج هایی که به اصطلاح فرد به وجود میاد، اختلالات جسمانی که براش به وجود میاد، یهو ناگهان چاق میشه یا ناگهان لاغر میشه، به خودش نمیرسه، که جوونی که شاد و شنگول بود و گل مجلس بود الان همچین پریشان بوی گند میده، نه به خودش میرسه نه به نظافتش میرسه، به هیچ شکل و قیافش توجه نمیکنه، احیانا احساس لرزش میکنه، احساس اختلالات در حرکاتش هست، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، بعضی مواردی به اصطلاح مختلفی حالت تهوع داره، حالت اسهال مزمن براش پیش میاد، موارد بسیاری از این قبیل که باعث میشه که به اصطلاح خانواده احساس خطر کنه و به پزشکی وقتی مراجعه میکنند این نقطه رو هم زیر نظر داشته باشند، با پزشک مشوره کنند که نکنه بچهشون راه به چاه کشیده. مسائل دیگه یه رفتاری که هست، بچه‌ای که به اصطلاح شاگرد اول بود یهو در تحصیلش افتاد، از مدرسه شکایت میاد که آقا این به اصطلاح غیبت زیاد میکنه، آقا این پسری که گلی بود الان هی جنجال به پا میکنه، با این میزنه، با اون به اصطلاح دعوا داره، این پسر همیشه هم که میاد خونه گناه رو میندازه روشونه معلم، از معلمهاش، از مدرسه، از همکارا، از مسئولین، از همه اینا شکایت داره، نیاز همیشه پول میخواد، نمیدونی که پولش رو به اصطلاح چطور مصرف میکنه، بزرگ هست از این ور اون ور قرض میگیره، میبینی که اون شنگولی قدیم رو نداره، گوشیگیر شده، تو خودش هست، تو لاک خودش هست، یه تغییرات به اصطلاح چیزای عجیبی توش ظاهر میشه، اون دوستای قدیمش رو از دست داده، با پاتوقهای جدیدی سر و کله پیدا کرده و همیشه برای خودش و برای دیگران مشکل میسازه. این حرکت‌های رفتاری باید ما رو یکم به شک بندازه که این فرد چی شده. اینجاست که خانواده ها باید مثلا دنگ حواسشون جمع باشه و پیگیر باشند از دور، نه اینکه صراحتاً وارد مثلا معرکه بشند و قبل از اینکه اون بیماری رو کشف کنن بچهشون رو خدای نکرده از دست بدن. علائم دیگه هم هست، علائم به اصطلاح روانی هست، بچه‌ای که همیشه شاد و شنگولش بود، جرأتمند بود، الان ترسو شده، الان حالت توهم داره، اضطراب داره، انگیزه هاشو از دست داده، تمرکز حواس نداره، بدخلق شده، زود تحریک میشه، عصبانی میشه، یهو میبینی که خنده هم میکنه، خنده های بی‌مورد، عصبانیت های بی‌مورد، طرز فکرش، گویشش، رفتارش، همش اینو تغییر پیدا کرده. البته یه نقطه رو هم اشاره کنم که در مرحله نوجوانی که قبلا ما رو این بحث داشتیم، علائم این چنینی در بچه ظاهر میشه، در بلوغ جوانی هم همچنین علائم رفتاری تندخو بودن، عصبانیت‌های بی‌مورد بودن هم ظاهر میشه. در این عمرها جوانی که میخواد مثلا تو خانواده‌ای که حرفش رو نمیشنون میخواد بگه که به من زن بدید، دیگه خب نمیتونه که این حرفو بزنه، داد میزنه، سر صدا میکنه، مشکل درست میکنه. خب اینجا نیاز هست که خانواده و والدین این رو درک کنند که به اصطلاح علائم بلوغ رو با علائم اعتیاد به اصطلاح اشتباه نگیرند. اینجاست که اگر دیدن که نه بچهشون ریتم حرکتش درست هست، اما به اصطلاح از نظر جسمی هیچ مشکلی نداره، از فقط مشکلاتی که هست یه مشکلات به اصطلاح یک نوع تشنج‌های رفتاری هست که در موارد خاصی میخواد یه پیامی رو برسونه، قدرت رسوندن این پیام رو نداره، الان میخواد به این صورت توجه رو به طرف خودش جلب کنه، اون پیامش رو به صورت به اصطلاح غیر مستقیم به والدین برسونه و والدین باید خیلی زرنگتر باشن و بتونن پیام رو در اول وقت بگیرن. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید که یک سری بزنیم اتاق کنترل
پیش دوستان و عزیزانمون اونجا برگردیم. ان باز در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم، همچنان با ادامه موضوع اعتیاد. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. من مقداری صدام گرفته، بنده رو معاف کنید دیگه. حتما در جریان هستن عزیزانی که برنامه حفظ قرآن دیدن که من یک 7-8 روزی یک ویروس خیلی اولاغی به قول تهرانی‌ها ما رو گرفته بوده، ول کنم نبود. هنوزم اون آثار بیماری هست، ان شاءالله که بنده رو معاف کنید. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در یکی از پیام هایی که داشت، به اصطلاح مصاحبه هایی که داشت، اعلام کرده بود که 1,325,000 معتاد در ایران هستن که حدود 135,000 نفرشون زنن و بازه سنی اعتیاد از 15 سال شروع میشه تا 64 سال. 15 سالگی این یک فاجعه است. و عجیب که 22% این معتادا هم مدرک لیسانس رو به بالا دارن، یعنی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا. 22% این جمعیت، یعنی حداقل مثلا 1/5 از هر 5 نفر 1 نفرشون مدرک تحصیلیش لیسانس و بالاتر از لیسانس، یعنی بی سواد هم نیستن که همچین بگیم که روی بی سوادی طرف رفته سراغ اعتیاد. سالانه 138,000 نفر در دنیا میمیرن به خاطر اعتیاد و 235 میلیون نفر معتاد داریم طبق آماری که خودشون دادن. جناب دکتر، از اثرات و عواقب اعتیاد در خانواده بگید. وقتی که یک خانواده، خود خانواده پدر، مادر و اعضای خانواده معتاد هستن، طبیعتاً در این خانواده خطر خیلی بیشتره تا خانواده های دیگر. چه خطرهایی، چه عواقبی، چه مشکلاتی پیش میاد برای یک خانواده که یک معتاد یا همشون معتادن؟ واقعاً خانواده‌ای که یک معتادی توش سبز میشه، در واقع کل افراد و اعضای اون خانواده به نحوی صدمه میبینن. اون ریتم معمولی خانواده به هم میخوره، کاملا خانواده مختل میشه. اون ثبات و آرامشی که تو خانواده هست جاش به نگرانی، اضطراب و پریشانی عوض میکنه. سلامتی جسمی، روحی، روانی خانواده به خطر میفته. مشکلات مالی ایجاد میشه. از کجا درآمد این معتاد رو تأمین کنیم؟ در ثانی اگر خود معتاد صاحب درآمد بود و نونبیار خانواده بود که باز معضله خیلی شدیدتر میشه. اون شور و هیجان و شوقی که تو اون خانواده بود، اون زندگی که تو اون خانواده بود، به یک نوع مرگ تدریجی تبدیل میشه. خود خانواده دیگه الان آفت زده شدن، جرأت ندارند سرشون رو تو جامعه بالا بگیرند، احساس گناه میکنند، احساس شرم میکنند، از دید و بازدیداشون با مردم کم میشه، خودشون رو پنهان میکنند از انظار، احساس میکنند پدر هر جا که میره فکر میکنه که همه دارند بهش نگاه میکنند، اونو میبینید اون پدر پسرش معتاده. مادر هر جا میره همین احساس رو داره. 2 نفر تو فامیلی تو جایی تو خیابونی با هم پچ پچ میکنن، مادر احساس میکنه که دارن در مورد اون میگن که
این پسرش معتاد هست. یک حالت بسیار معضله، بسیار روحی روانی بسیار بدی برای اون خانواده به وجود میاد. اینجاست که در حقیقت تنها معتاد نیست که نیاز به کمک داره، خانواده معتاد هم به همون اندازه نیاز به دلجویی و کمک داره. دقیقاً مثل خانواده‌ای که یک فردش به اصطلاح به بیماری خدای نخواسته سرطانی یا یه بیماری لاعلاجی به اصطلاح مبتلا شده، همه اطرافیان، خانواده، نمیدونم همه کوچه، همه باش با اون خانواده یه نوع دلجویی، یه نوع به اصطلاح رسیدگی رو به اصطلاح نشون میدن. باید با خانواده‌ای که توش معتاد هست چنین رفتار کرد، چون که این خانواده راحتی نداره، آرامش نداره، نگران هست، نگران از سلامت جسم پسر یا اون شخص معتاد خانواده، اگر پدر بود، مادر بود، پسر بود، کسی بود. سلامتی روح و روانیش به اصطلاح یکی از دردهای این خانواده هست. رفتارهاش چی کار میکنه، کجا میره، با کی نشست و برخاست داره، چطور کنترلش کرد، این یکی از دردهای این خانه هست. کارش الان از کار برکنار میشه، چی کار میکنه، چی کار نمیکنه، چی کار باید بکنه، این یکی از دردهاشون هست. رسیدگی به نیازهای اقتصادی و مالیش، نمیدونن این رو از کجا تامین کنن، چی کارش کنن، دوستانش با کی رفت و آمد داره. همه این خانواده در واقع بسیج هست و برای چی؟ برای یک هدفی که نمیدونن خودشون چیکار کنن، سردرگمن، کنترلش نمیتونن بکنن، بیماری رو نمیتونن ظاهرش کنن که به اصطلاح مردم میفهمند به اصطلاح بدنامی میشه، نمیتونن جلوش رو بگیرن. یک حالت سردرگمی، یک حالت پریشانی، یک حالت به اصطلاح خلع اصلاح شدن در یک جنگ به اصطلاح اجتماعی نابرابرانه که نمیدونن باش چیکار کنن. تمام اعضای خانواده اون ریتم زندگی معمولی که باید داشته باشند رو مجبورن به هم بزنن. دانشجو نمیتونه خوب به اصطلاح درس و مشقش برسه به خاطر به اصطلاح برادر بزرگش یا برادر کوچیکی که معتاد شده، یا پدر یا مادری که تو این منجلاب گیر افتاده. پدر همچنین، مادر همچنین، خواهر همچنین، کوچیک همچنین، بزرگ همچنین. یه حالت بسیار واقعا استنفار عام هست در خانواده بدون هدف، انگار که یک جنگی در خانواده اعلام جنگ شده، همه پریشانند، میخوان که مجبورن که در این جنگ شرکت کنند، اما نه سلاحی تو دستشون هست و نمیتونن چطور با این به اصطلاح مشکلی که بروز کرده روبرو بشن. حالت خانواده واقعا یک حالت ناهنجاری هست و این خانواده نیاز داره که دیگران و جامعه به عنوان یک خانواده پریشان بهش نگاه کنند و به کمکشون برسن. حالا جناب دکتر در همین خانواده اجازه بدید بیشتر باز کنیم موضوع رو تا حداقل احیانا عزیزانی که این مشکل رو درگیر هستن حداقل یک راه حل جلوی پا اونها گذاشته باشیم. در خانواده‌ای که ما مثال والدین معتاد هستن، خب تاثیرات منفی یقینا بر فرزندها میذاره. درباره این تاثیرات اول برام بگید و بعد اینکه چیکار باید بکنن حالا مثلا فرزندها در همچین خانواده‌ای برای اینکه والدین خودشون نجات بدن از این جریان. بله، بچه‌ای که به اصطلاح در یک خانواده‌ای هست که والدین یا یکی از والدین معتاد شده، این بچه نگران هست از آینده خودش، نگران هست که خب همیشه هم تو این همچنین خانواده‌های دعوا و مرافع که دیگه شعار این خانواده هست، همیشه پدر با مادر در میافتن و بچه احساس میکنه احیانا که شاید این جنگ سببش من بودم، شاید بدبختی خانواده، بدبختی پدر من بودم. خودش احساس گناه میکنه، احساس در این خانواده اصلا عاطفه‌ای وجود نداره، کمبود عاطفه‌ای باعث میشه که خود بچه در معرض اعتیاد و در معرض به اصطلاح دوستان ناباب قرار بگیره، احساس تنهایی میکنه، احساس دلهره داره، ناامید هست، درمانده است، اعتماد به نفس کافی رو از دست میده. اینا یک عوارضی هست که کمبودهایی هست که در بچه
متاسفانه بروز پیدا میکنه. عوارض جسمی هم براش به وجود میاد. اگر کوچیک بود همیشه تو کابوس هست، شب ادراری داره، نمیدونم مشکلاتی که به اصطلاح باشه، دست گریه های بی اختیاری، افسرده است، وسوسه داره، کم روز، گوشه نشین هست. اگر یکم بزرگتر هست و به سن نوجوانی رسیده که این یک ضربه بسیار مهلکی هست براش. همیشه تو جامعه سرشکسته است، نمیتونه تو چیش کسی نگاه کنه. مثل همون مادری که اشاره شد، فکر میکنه همه دوستاش میدونند که پدرش معتاد هست، همه دوستاش هر کسی باید کسی دیگه حرف میزنه فکر میکنه که اینا دارند از اعتیاد پدرش و از اعتیاد برادر بزرگترش یا خانوادهش حرف میزنند. احساس میکنه که آبرو و حیثیتی براش نمونده. تو مدرسه هم مشکلات داره. این محیط به اصطلاح متشنج و ناسازگار خانواده باعث میشه که نتونه به درس و مشقش برسه، نتونه به اصطلاح اون روند طبیعی رشد فرهنگی، رشد جسمانی، رشد روحی روانی خودش رو پیش ببره. مجبور میشه دروغ بگه. خب مردم میفهمند، اما خب باید تأخیری که در مدرسه به اصطلاح تأخیر کرده به خاطر دعوا و مرافی که تو خونه بود بر اثر اعتیاد پدرش، درس نخوندناش فلان، مجبور دروغ بگه. احیانا چون پدر که به اصطلاح خانواده در مشکل اقتصادی هست، نیازهای این بچه تامین نمیشه، بچه احیانا منحرف میشه، انحراف اخلاقی پیدا میکنه، به طرف دزدی میره، دعوا میکنه، نمیدونم از مدرسه فرار میکنه. احساس میکنه که اون رقابت پدر یا مادر دیگه نیست، کسی به اصطلاح بهش نمیرسه و کسی به فکرش نیست و این احساس به اصطلاح گم بودن در خانواده، احساس گم بودن در محیط اون رو به انحرافات جنسی میتونه بکشه، میتونه به بدرفتاری ها و جنگ و دعوا و مشکل سازی بکشونه. خود بچه به خاطر رسیدن به نوعی اهتمام و نوعی جلب توجه پدر و مادر، حالا پدر و مادری که تو درد خودشون گرفتارن، چیزایی به اصطلاح داد کشیدن بچه، کتک کاری بچه، نمیدونم شکستنی یک لیوان یا یه چیزی، توجه اونها رو جلب نمیکنه، مگه اینه که این بچه بتونه یک کار بسیار گنده گنده بکنه، بتونه سر بچه همسایه رو بشکنه، بتونه دزدی بکنه که پلیس بیاد دم در خونه، یک کاری بکنه که پدر و مادر احساس کنن که اون وجود داره. خب اینا همه باعث میشه که به اصطلاح بچه به نوعی انحراف کشیده بشه. اگر بچه یک مقدار بزرگسال از بچه‌های بزرگسال، خب نوعی افسردگی، بیقراری، پرخاشگری، سوء ظن داشتن به آینده، بدبین بودن از آینده و اینی که به اصطلاح زندگی همینه، همه پدرها مثل پدر من، همه مادرها مثل مادر من اگر ازدواج کنم خب مسیرم هم همین هست. انگار که فکر میکنه که این به اصطلاح چرخ گردون به همین صورتی که تو خانواده اون چرخیده توی به اصطلاح مستقبل اون، آینده اون هم میچرخه. اینه که خیلی وقتا این بچه به طرف بزهکاری و به طرف اعتیاد کشیده میشه، یا اگر نوجوان از محیط متشنج خانواده منفور میشه، فرار میکنه. این خانواده خب پدر اگر معتاد هست، خب بچه ها میبینن که پدرشون دیگه تموم شد، به طرف مادر بیشتر تمایل پیدا میکنن. تنها این مادری که هم الان مادر هست هم پدر هست پیش بچه ها عزیز میشه. اون پدری که محیط این بچه ها رو دزدیده، خانواده رو پریشان کرده، از چشم اونا منفور میشه. وقتی که دعوایی در خانواده میشه، اینا به طرف مادرشون میان، خب از پدر بیزار میشن، از خودشون بیزار میشن. یک حالت به اصطلاح بیمارگونه ای برای این افراد به وجود میاد، چون که فضایی که توش هستن یک فضای آلوده هست. این فضای آلوده چطور باید اصلاح بشه؟ اگر در این محیط خانواده مادری هست که بتونه خانه رو کنترل کنه،
یا برادر بزرگتری هست یا عمویی هست، کسی که هست تو این خانواده که درد این خانواده با درد این خانواده نزدیک هست و از نظر روابط اجتماعی با این خانواده نزدیک هست. الان این یک فضایی هست، یه باطلاقی هست که هم برای خود خانواده مضر هست، هم برای فامیل و هم برای جامعه. تک تک این افرادی که از این خانواده میان بیرون خب مهرهایی هستن تو جامعه. این مهرها اگر خراب شدن جامعه در معرض خطر هست. خب باید این رو چیکار کنیم؟ باید یک واقعیت رو پذیرفت که آقا تو این خانواده یک معتادی هست و این یه واقعیتی هست. خود معتاد نمیتونه خودشو کنترل کنه. اعتیاد یک حالت به اصطلاح خمارگونه‌ای برای به اصطلاح معتاد به وجود میاد. اعتیاد درسته که خودش شروع کرد، درسته که اون وسوسه اون رو بیشتر وسوسه شد تا به اصطلاح همون احساس موفقیت یا اون لذتی که به اصطلاح اعتیاد براش به وجود میاد اون رو تشویق کرد که بیشتر استفاده کنه، تو جنجال افتاد. الان کنترل خودش دست خودش نیست، الان به هر حال نمیتونه، میخواد. همیشه معتاد وقتی که به اصطلاح از تو حالت اعتیاد رسید، اعتیادش مزمن شد، وقتی که به هوش میاد خب احساس ندامت میکنه، احساس بدبختی میکنه، احساس خاری و ذلت میکنه، اما دیگه در اختیار خودش نیست. همونطور که در اختیار اون نیست و در توان اون نیست که خودش رو درمان کنه، در توان خانواده هم نیست. این خانواده‌ای که همچنین حالت بحرانی براش پیش اومده، الان این اطرافیان که هستن، این اهرم‌های قوت، این جامعه اطراف باید به داد این خانواده برسن، به داد این بچه‌ها برسن با یک به اصطلاح برنامه درست. بیان محیط خانواده داخلی رو مرزبندیش کنن. اون پسر معتاد یا پدر معتاد براش مشخص کنن در هنگام استفاده از اعتیادش حق نداره که جلوی بچه‌ها مثلا مصرف کنه، حق نداره مادر سعی کنه تا حد الامکان جلوی به اصطلاح درگیری‌های به اصطلاح بین خودش و همسرش رو بگیره. مادر احساس کنه که این یک ابتلا و یک آزمایش الهی است، یک بیماری هست، بیمار روانی است. این بیمار رو باید در پی درمانش بود. خانواده، اطرافیان، همه بچه ها رو هم باید فهموند که پدر مریض هست، پدر یه بیماری هست و این بیمار نیاز به درمان داره، تا همه افراد خانواده در فکر درمان باشن، در فکر علاجش باشن. در خود جامعه مراکزی که هست، از اون مراکز هم کمک گرفته بشه برای کنترل جو داخل خانواده و اجازه ندیم که این بحران جامعه رو خانواده رو دگرگون کنه و باعث بشه که بچه‌ها خدای نکرده منحرف بشن. همه اطرافیانی که هستن، همسایه ها، خانواده ها، خیشان، همه باید دست در دست هم بدن و این اولا در پی درمان این بیمار باشن و ثانیاً اون محیط متشنج داخل خانواده رو این رو کنترلش کنن به نحوهی که به اصطلاح بچه پریشان نشه و احساس سردرگمی نکنه. نزدیکان اون خانواده به خصوص عموها، داییها، برادرهای بزرگتری که تو خانواده هستن، اینها باید نقش پدری و نقش سرپناه رو به درستی ایفا کنن تا بچه احساس نکنه که به اصطلاح پدر وقتی نیست یعنی کسی نیست، یعنی سایه‌ای بالای سرش نیست، یعنی کسی نیست که مراقب تصرفات اون باشه، یعنی اون بی سرپناه هست. دقیقاً مثل یک بچه یتیم رو همونطور که ما قبلا اشاره کردیم که چطور باید بهش رسیدگی شه، چطور باید اون چتر ابوت بالای سرش زده بشه. حالا این چتر ابوت از طرف هر کسی که این توان رو داره و با اون خانواده نزدیک هست. اینی که به اصطلاح بعضی از افراد مثلا خانواده‌ای هست توی شهر غریب، اونجا نه عمویی هست، نه دایی هست، نه خویشی. خب همسایه که هست، خب این همسایه اگر گفت که به من چه، این آتیشی که امروز تو خونه همسایه است حتما دودش
تو خونه اون هم میاد، بچهای اونو هم خواهد گرفت. اون بچه همسایه من اگر منحرف شد، روانی شد، اختلال اخلاقی روانی پیدا کرد، حتما اثرش به اصطلاح یا دودش به چشم بچهای من هم میره. پس من به خاطر حفظ بچهای آینده بچهای خودم، به خاطر حفظ جامعه بزرگ، باید در حل مشکل این خانواده باید سهیم باشم. جناب دکتر، در موضوع خانواده وقتی که بحث اعتیاد مطرح میشه، خب طبیعتاً اولین کسی که میتونه نقش مهمی داشته باشه همسره. و من در جستجویی که داشتم در بررسی خاطرات عده‌ای از این حالا عزیزانی که خواسته یا ناخواسته مبتلا شدن متاسفانه به این درد و این مصیبت، واقعا دردآوره وقتی که انسان خاطرات اونها رو میخونه و وقتی که میبینه صحبت‌های اونها رو میشنوه، وقتی که پای درد دل‌های اونها میشنوه. حالا یک اشتباهی از یک عده‌ای سر زده، حالا یک لبخندی از یک جای دیده دل داده دختری و رفته و به خاطر اینکه حالا جلوی اون پسر کم نیاره، اونم هر چی جلوی این گذاشته اینم خورده، یا نمیشناخته مواد رو، یا خبر نداشته، یا خواسته که کم نیاره خودش رو به فرموده شما تو اون جمع ثابت بکنه، جا بزنه، و اون یا شاید نمیخواسته اون رو از دست بده. یا حتی موارد دیگری که من توی خاطرات بعضیا داشتم مطالعه می‌کردم که خانمی میگفت که من به خاطر این معتاد شدم، در یکی از مراکزی که برای ترک آورده بودنش، میگفت که من شب وضع حمل من شوهر من گفت که تریاک استفاده بکن که دردت کمتر بشه و بعداً همین سبب شد که من تو این راه کشیده شدم. کسی دیگه میگفت باز من به عنوان نمونه من پام درد میکرد، به من آورد این مواد رو داد که استفاده بکن بهتر میشی و بعداً عادت کردم و تو این جریان کشیده شدم. چه نقشی میتونه داشته باشه همسر؟ و این رو هم در نظر داشته باشیم که متاسفانه برخی از مردهایی که به این اعتیاد گرفتار میشن، به حدی این اعتیاد در اونها شدت پیدا میکنه و مشکلات فقر و اقتصادی هم دارن و این غیرت و اون مردانگی و اون شهامت و اون نجابت به حدی در وجود اینها از بین رفته که حتی ناموس خودش رو هم حاضر هست که بفروشه و خدایی نکرده فدا بکنه به خاطر اینکه اعتیاد خودش رو ادامه بده و اون موادی رو که نیاز داره به دست بیاره. و اینها دردهای تلخی است که اتفاق افتاده، یعنی مسائلی نیست که ما بگیم همینجوری احتمالاتی باشه، مسائلی هست که واقعا اتفاق افتاده. و در همین خاطرات یکی از خواهران من این رو داشتم میخوندم که خیلی دردآور که خودش ذکر میکرد که گرچه خودش هم معتاد شده بود که هر دوتاشون معتاد بودن، که در ذکر یکی از خاطرات تلخش که شوهرش یک روزی همچین خیانتی رو در حقش روا داشته بود. حالا نقش یک همسر در کنترل این وضعی هست. یک همسر چطور میتونه همسر خودش رو کنترل بکنه قبل از اینکه خودش معتاد شده باشه، و اگر خودش معتاد شده باشه دیگه چیکار باید کرد؟ بله، متاسفانه همسر یکی از به اصطلاح مواردی هست که بیشترین ضربه رو در اعتیاد همسرش میبینه متاسفانه. و در بسیاری از موارد هست که خودش باز از روی تصورات اشتباهی که در جامعه هست و گمان میکنه که مثلا خب حالا که شوهرش معتاد شده، خب آبروی خانواده میره، آینده خب اعتیاد پدر روی همه افراد خانواده تاثیر میذاره، همه اطرافیان و همه از اون خانواده بریده میشن. تو این خانواده‌ای که دخترای بزرگ هست دیگه الان آینده دخترها زیر سوال هست. کسی خواستگاری همچنین دختری نمیره که پدرش یا تو خانوادهش معتادی هست و علامت استفهامی هست. این خیلی برای مادر دردناک هست. اینه که مادر احساس میکنه برای حفظ آبرو و حیثیت خودش انکار کنه که مثلا شوهرش معتاد هست، رفت و آمدش رو با همه کم میکنه تا نکنه که به اصطلاح این راز فاش بشه و درس پیدا کنه. خرابکاری هایی که به شوهرش انجام میده اینا رو میاد به گونه‌ای با دروغ و با به اصطلاح بهانه تراشی و دلیل تراشی اینا رو یه جوری تو چشم مردم میخواد که توجیه کنه که این مشکل اعتیاد نیست، یه چیزی دیگه ای هست. خب این دیوونه که میشه به اصطلاح نیاز پیدا میکنه به مواد مخدر، خب این همسر مجبوراً میره به اصطلاح کار میکنه و به گونه ای از جایی این اعتیادش رو برآورد میکنه تا
دعوا راه اندازه، تا مشکل برای بچه ها، مشکل برای خود خانم درست نکنه. این یک حالت بیماری برای خودش به اصطلاح به وجود میاره. همیشه به حال خودش دلسوزی میکنه، من چه بدبخت شدم، کجا افتادم، چه مصیبتی گیر افتادیم. راه علاجش دستش نیست، دستش کوچا، چشم بینا و دست کوتاه، هیچ کاری از دستش ساخته نیست. مجبور میشه گوشه گیر بشه، در عروسی ها، در اجتماعات، در جلسه های اجتماعی، در هیچ چیزی شرکت نمیکنه که مبادا رازش فاش بشه، مبادا از دهنش در بیاد یا مردم چیزی بگن. خودش هم احساس تنفر میکنه، احساس به اصطلاح گناه میکنه، احساس شرمندگی میکنه، احساس همیشه هم خشم داره، عصبانی است از خودش، از خانواده، از شوهرش، از محیط، از این بلایی که سرش اومده. احساس افسردگی میکنه، روز به روز لاغرتر، از نظر جسمی، از نظر روانی ضعیفتر میشه. مجبور نقش پدر رو در خانواده داشته باشه، در کنار مادریت پدریت هم بکنه. مشکلات اقتصادی خانواده هست، مجبوره که بره کار بکنه، یه دو سه جایی بره کار بکنه. خب کار کردن، این خانومی که تا دیروز شریف بود، عزیز بود، زندگی خودش رو داشت، الان میره دم خونه های مردم، خب در تعرض خیلی از آفتهای جامعه قرار میگیره. گرگهای مردهای گرگی که در جامعه هستند و دنبال همچین سوژه های مجبوری هستند، خب احتمال داره تو دام اونها بیفته. مجبور میشه قرض بکنه، مجبور میشه احیانا دزدی بکنه. وقتی هم میاد که به اصطلاح دیگه طاق و تحملش رو از دست میده، میخواد طلاق بگیره. باز بچه ها چی میشن؟ آینده بچه ها یه درد، آینده خودش یه درد. این خانم به اصطلاح در یک وضع بسیار بسیار بحرانی هست. خب الان این خانم چه کار باید بکنه؟ ببینید، یک مشکلی هست اتفاق افتاده. تصور کنیم که این آقا به اصطلاح معتاد نیست. تصور بکنیم که این به اصطلاح شوهرش بیماری سرطان مغز پیدا کرده، بیماری نمیدونم کبد پیدا کرده و جیگرش تموم سرطان پیدا کرده و علاج هم نداره. یه بیماری دیگه آقا کلیهاش از کار افتاده و دکترها هم گفتن که هیچ علاجی نداره، با همین باید بسازه. خب چه کار خواهد کرد این خانم؟ میره به همه دنیا میگه که بله، به همه خانواده ها میگه که بله شوهرم مریض هست، خب در پی به اصطلاح علاجش باشید. از دیگران کمک میخواد، در یک شوهرم تو چاه افتاده، ها یه همسایه بیایید که این شوهرم تو چاه افتاده. با این وضع میتونه کمکش کنه. اما اینی که تو چاه افتاده، اگر من داد بزنم میگن دست و پا چلفت بود، تو چاه افتاد، کور بود جلوی چی شد، نگاه نکرد که چجا. اینو خواهند گفت. این خب این به خاطر به اصطلاح اینی که مردم چه خواهند گفت، من نیام به اصطلاح در پی درمان مشکل خودم نباشم. این مشکل یه روز که نیست. خب شوهر امروز شما تا 1 سال شما میتونید پنهان کنید، تا 2 سال میتونید پنهان کنید، بعدش چی؟ پس این قضیه پنهان شدنی نیست، این یه بیماری است، باید به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنیم و در پی درمانش باشیم. شما یه همسر به تنهایی نمیتونید این بیماری رو علاج کنید. اینجاست که شما باید کمک بگیرید از سایر افراد خانواده، از پدر شوهرتون، از برادراش، از خواهراش، از خویشا، از همسایه ها، از به اصطلاح ریش سفیدای محله، که این بنده خدا تو یک به اصطلاح بیماری افتاده. همین جامعه ما که به بیمار به معتاد اینقدر به بدی نگاه میکنه و یه سنگ هم میزنه تو سرش. وقتی کسی رفت و ترک اعتیاد کرد، ببینید همین جامعه چقدر بهش میماله و میگه واقعا مرد بود، اعتیادش رو ترک کرد، واقعا جرأت داشت، واقعا اعتماد به نفس داشت. گرچه که در خیلی موارد باش بهش شک میکنن که نکنه باز برگرده. خب اما وقتی که خودش به اصطلاح اصلاح شد، اینجاست که به اصطلاح جامعه اون مکانت سابق رو بهش برمیگردونه. هیچ هنوز از اون
بیشتر تو چشم مردم بزرگ میشه. واسه همین کسی که اعتیاد رو ترک کرد به خاطر اینکه اولا ابهت و جایگاه اجتماعیش رو از دست نده و بازیابه، ثانیاً دوباره دون منجلاب نیفته. یکی از توصیه‌های این است که خودش در به اصطلاح حرکت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اجتماعی که هست برای کمک به معتادان برای ترک اعتیادشون تو اینا سهیم بشه، که این باز وجاهت اجتماعیش رو بالا میبره که فلانی معتاد بود، الحمدلله رفت و خودش رو دریافت و درست شد، الان در کمک هست برای مثلا معتادای دیگه و تلاش میکنه که اونا رو به اصطلاح کمک کنه تا ترک اعتیاد کنن، تا اون وجاهتی که به اصطلاح در جامعه داشت، اون جایگاهی که در جامعه داشت، این رو دوباره بتونه کسب کنه. پس خانم هایی که همچنین موردی به اصطلاح دارن نباید بیان به اصطلاح سرپوش بذارن، نباید با حمایت های ناسالم محیط خانوادگیشون رو بیشتر تشنج ساز کنند و بیشتر دگرگون کنند. بیان با عقلانیت هم شوهر معتاد رو کنترل کنند و هم در به اصطلاح اون روند درمانی که پیش گرفته میشه از طرف متخصصین، از طرف اطرافیان کمک کنن، دلسوزی های بیمورد نکنن، از نمیدونم آبروریزی و این نترسن. شما میتونید در یک کوچه رو ببندید، سر یک خیابون رو ببندید، اما نمیتونید دهن مردم رو ببندید. امروز اگر تونستی یه چیزی رو از چشم مردم پنهان کنید، فردا نمیتونید. پس بیاییم واقع بین باشیم. اون حالتی که هست، اون واقعیتی که هست، اون یک آزمایش الهی است، یک مشکلی است که خانواده باشه درگیر شده، یک مشکلی است که برای شما خانم محترم به وجود آمده. شما باید این رو به اصطلاح درست تو جامعه مطرح کنید، درست در خانواده و خویشان مطرح کنید و در پی به اصطلاح علاج باشید. اگر این کار رو نکردید، خب چی کار میشه؟ بعد از مدتی خودت احساس تنهایی میکنی، احساس بیپناهی میکنی، خیلی وقتا خودت به خاطر فرار از این فضایی که هست خودت میری تو همین منجلاب اعتیاد میفتی، یا روانی میشی، یا خدای نکرده دست به خودکشی میزنی، یا هزار یک بلای دیگه ممکنه که سرت بیاد. پس خودت رو در مقابل این هیولایی که الان تو خانواده سبز شده تنها نکن. اعتیاد انگار که یک به اصطلاح دایناسور یا یک هیولایی است که تو خانوادت افتاده، تو تنهایی توان جنگ با این هیولا رو نداری و از کسایی که هستن کمک بگیر و در پی به اصطلاح استقرار خانوادت و درمان شوهرت باش. انشاءالله که الله تعالی به همه عزیزانی که با این آزمایش الهی دست و پنجه نرم میکنن، اون صبر، استقامت و اون حکمت و بصیرت رو بده که بتونن انشاءالله با صبر و استقامتشون و با درایت و حکمتشون این مشکل رو با همکاری اطرافیان خودشون حل بکنن بعد از دعا و درخواست از الله متعال. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم همراه شما عزیزان همچنان هستیم با ادامه این موضوع و پاسخ به پیام‌های شما. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر
والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، با بخش پایانی برنامه در خدمت شما هستیم. ما انشاءالله از این برنامه به بعد بخش پایانی رو اختصاص میدیم به پیام‌های شما، چه پیام‌هایی که از طریق صوت فرستادید، پیامگیر شبکه، پیام‌های صوتی شما و چه پیام‌هایی که از طریق اس و یا واتساپ به دستان برسه و در پایان میشه باز بحث امروز رو جمع‌بندی خواهیم کرد. من از دوستان اتاق کنترل تقاضا میکنم که شماره پیامکی که زنویس کردن براتون میتونید از طریق این شماره پیامک هم در طول هفته هم این هم شماره است که اون گروشه زیرنویس به هر حال کانالم همیشه میبینید، از طریق این شماره میتونید پیامک بفرستید و یا واتساپ کنید، با شبکه واتساپ بفرستید و به موضوعی که هست و همچنین پیامگیر صوتی شبکه هم که در طول هفته پیامگیر شما عزیزان هست و پیام‌های صوتیتون رو میتونید بفرستید در موضوعات مختلف، انشالله حتما در برنامه مطرح خواهد شد. من از عزیزان اتاق کنترل درخواست میکنم که پیام اول رو پخش کنید عزیزان تا صدای بیننده رو بشنویم و انشالله باز به پاسخ سوالیشون هم خواهیم پرداخت. سلام، خسته نباشین. من عاطفه هستم، از ایران تماس میگیرم، مازندران. ببخشید من خواستم بدونم که نمیدونم سوالم شرعی هست یا نه، ولی خیلی برام چی شده، عذاب آور شده. من یه حدود 10 سالی میشه از همسر اولم جدا شدم، بعد حدود 8 سال دوباره مجددا ازدواج کردم و یه بچم حتی از شوهر دومم دارم. ولی توی این مدت هر از گاهی تو خواب که میبینم، چطور بگم، وقتی خواب میبینم شوهر اولمو تو خواب میرم، یعنی مثلا در مورد الان هست، مثلا زندگی حالمو دارم ولی هنوز همون شوهر اولم شوهر منه، یعنی هیچ وقت نشد که همسر دوم خودم با همسر دومم تو خواب ببینم. میخواستم بدونم این دلیلش چیه، یعنی نمیدونم، همش به دلم شک افتاده که انگار مثلا خطبه طلاق ما درست جاری نشده، خدای نکرده. میشه چه جوری یه جوابی بهم بدین که یه مقدار آرامش خیال پیدا کنم؟ متشکرم، ممنون از تماس شما. جناب دکتر پیام عاطفه خانم انشالله که شنیده باشید، پاسخ شما رو درباره دلهره و این وسواسی که این خواهرمون دارن میشنویم. عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان و این خواهر عزیزمون. خواهر عزیزمون خب ازدواج مجدد کردن، ازدواجشون مبارک باشه، زندگی نوینشون مبارک باشه و خب اینی که شوهر دومشون رو چرا تو خواب نمیبینن، این شوهر دومشون رو تو کنارشون دارن، پس نیازی نیست تو خواب ببینن. اما شوهر به اصطلاح سوالشون از به اصطلاح خوابشون. خواهر عزیز، شما شاید یه نوع دلبستگی از قدیم مونده، یک نوع تعلقی، رابطه‌ای، به اصطلاح محبتی، خب این چیزی بوده که در بین شما بوده و طبیعی هست. یا برعکس
شوهر اول تو شما رو اذیت کرده، به عنوان یک کابوسی هنوز ایشون رو تو خواب دارید. این مسائل رو اصلا از ذهنتون کنار بزنید. اولا این موضوع رو برای شوهرتون اصلا تعریف نکنید، نه به گوش اولی برسونید و نه به دومی، و زندگیتون رو به اصطلاح ادامه بدید. هیچ به این موضوع خواب بها ندید. یه وسوسه شیطانی، شیطان میخواد که زندگی شما رو به هم بزنه. شما اگر خدای نکردی این موضوع رو با شوهر دومت در میان بذاری، شاید غیرتی بشه، بگه که هنوز با اولی محبت داری یا چیزی مثل این. شیطان به هر حال میتونه محیطتون رو گلالود کنه. شما اصلا به این موضوع بها نده. میخوایی شوهر اولت رو روزه 100 بار هم خواب ببین، هیچ مهم نیست، هیچ اصلا بهش بها نده، هیچ بهش توجه نکن. یک وسوسه شیطانی است، هیچ بهای ارزشی هیچی نداره. تنها کاری که میتونی بکنی زندگی نوینت رو تا میتونی شاد کن، خودت رو تو قلب شوهرت جا بده، شوهرت رو خوشبخت کن، خودت رو، خانوادت رو، بچت رو خوشبخت بکن و از یه نقطه غافل نباش و اون هم استمرار بر دعاهای شب و روز، دعاهای صبح و شباهنگام. این دعا رو مرتب بخون تا یک آرامش قلبی بهت دست بده و یادت باشه که خداوند متعال نسخه آرامش قلب رو چنین معرفی کرده که الا بذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر و یاد خداوند دلها آرامش پیدا میکنه. و یه نقطه‌ای هم که زیاد روش باید استمرار داشته باشی، زیاد صلوات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بفرست، آرامش قلب پیدا خواهی کرد و این مشکل رو بزرگش نکن. ممنونم. خلاصه صحبت این بود که عاطفه خانم شما به فکر شوهری که تو بیداری میبینید باشید تا به فکر خوابتون. تماس بیننده بعدی که برامون فرستادن میشه. الو، سلام علیکم. راستش چند تا سوال داشتم، میخواستم از جناب آقای استاد گرامیتون بپرسم. خیلی دوست دارم، واقعا خیلی هم برای مهم جوابشون از که زودتر خواهش میکنم صدای من این بار دیگه پخش کنید. 3 تا سوال داشتم. یکی این که میخواستم بدونم در شریعت اسلامی آیا اصول یا قاعده خاصی هست که باید پدر و مادر برای تربیت فرزنداش اونا رو باید به اجرا در بیاره برای تربیتشون؟ و دوم این که میخواستم بدونم آیا انتخاب اسمایی که معنی قشنگی دارن، معنی مفهوم قشنگی دارن، یا اسمایی که در کل مثلا اسم کسی که قبلا مسلمان نبود تازه مسلمان شده اسم معنی قشنگی هم داره اسمش، و انتخاب این اسما برای فرزندان خودمون انتخاب کنیم جایزه؟ خیلی ممنون میشه اگر این 2 سوال من هم جواب بدین. خیلی ممنون از برنامه خودتون، از استاد گرامیتون. الله مستعان حفظتون کنه. متشکریم از تماس شما، خیلی ممنون. جناب دکتر، پاسخ سوال اولشون، اصول و راهکارهایی که والدین در تربیت فرزندانشون باید مد نظرشون باشه چه مواردی است؟ بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. پدر و مادر مسئولیت دارن در مقابل فرزندانشون که زیر دستشون هست. فرزند نعمت الهی هست و این نعمت امانت الهی در نزد شماست و این رو باید به بهترین وجه بر مبنای خواسته های خدا و رسولش تربیت کنید. نقطه حفظ قرآن یکی از مهمترین چیزهایی هست که شما رو بچه‌تون باید سرمایه گذاری کنید. عادات و تقالید و روش درست زندگی رو بر مبنای فرامین خدا و رسولش به بچه‌تون آموزش بدید. کتابی هست به فارسی هم ترجمه شده، کتاب‌هایی که در مورد تربیت فرزندان هست، یک کتابی تهیه کنید و همیشه در کنار خودتون داشته باشید تا خودتون سطح آگاهیتون رو در مسائل تربیتی فرزندان بالا ببرید. کتاب تربیت فرزندان ناصح آلوان در بازار هست، به فارسی ترجمه شده. این از جمله کتابایی که میتونید استفاده کنید و کتابای دیگه‌ای که در به اصطلاح کتابخانه اسلامی میتونید پیدا کنید. در مورد سوال دومتون که انتخاب فرزند، این اجازه بدن پدر مادرها که یک حقیقت تلخ رو به گوششون برسونن و اون اینی که انتخاب
اسم فرزند این حق شما نیست، این حق فرزند هست، اسم مال فرزند هست، مال شما نیست. اینی که من بیام یک اسم نمیدونم که خوشم اومده میخوام که مردم بگن که آقا اسم بچه چیه، من همچین قلمبه تلمبه بیارم تو دهنم به اصطلاح بچرخونم اسم یک نمیدونم بازیگر یا یک اسم که من خوشم اومده اون رو گذاشتم رو بچم، این حق من نیست. حق اون اسم بچه است، فردا این بچه است که به این اسم صدا میشه، اون وقتی صدا میشه که من نیستم. خب پس باید حقش رو ادا کنم. حق اسم فرزند چی هست؟ اولا اینی که همونطور که شما اشاره کردید معنا و مفهوم درستی داشته باشه. ثانیاً اینی که نطقش هم آسون باشه. یه اسمی که به اصطلاح در یک کشوری استعمال میشه، ملت‌هایی میتونن اون رو خوب نطقش کنن، من تو زبان من اون حروف وجود نداره، اشتباه نطق میشه، مردم اشتباهش نطق میکنن، این نطق جدیدش معنای بدی میتونه داشته یا زشت میشه. و افرادی که این اسم به اصطلاح یک پیش زمینه‌ای قبلا داشته، اسم یک نمیدونم بازیگر بوده، اسم یک نمیدونم انسان بدی بوده، چنگیز خان بوده، نمیدونم چی بوده. حالا چنگیز اسم بدی نیست، اما چون که اون به اصطلاح پیش زمینه‌ای که تاریخی که داره، خب من اسمشو نباید اسم بچه‌مو چنگیز بذارم تا مسخره مردم نشه و همه گناهان اون طرفی که اسمش چنگیز بود رو دوش بچه‌م نذارن. واسه همین مثلا شما وقتی که اسم بچه‌تون رو خالد میذارید، وقتی اسمش رو صلاح الدین میذارید، وقتی اسمش رو احمد و محمد و مصطفی و عثمان و عمر و ابوبکر و علی میذارید، خب در واقع شما به بچه تلقین میکنید که چون این شخصیت ها باشه. پس در مراعات اسم باید این مسائل رو مد نظر داشته باشیم. در غیر این صورت هر اسمی که معنای خوبی داشته باشه، مفهوم خوبی داشته باشه، نطق خوبی داشته باشه، باعث افتخار فرزندم باشه، فرزندم فردا از این که اسمش فلانی از خجالت نکشه، جایز هست. همه این است. خیلی ممنونم. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم. علیکم السلام. من عین‌الدین هستم از افغانستان، در کشور ایران زندگی میکنم. من خواستم چند مدت میشه که من برم خواستگاری، اما یه دختری را دوست داشتم، اما مادرم مخالفت نکرد، حضرت خانوادم مخالفت نکرد، فقط با جزیه برادرم. اما بالاخره بازم که مادرم ناراحت بود، اما نمیذاشت من اونجا چیز کنم، ایران بدم کارما. بعد مادرم بازم مهلت دادم، اون جایی که خودت انتخاب داری برام برو، هر جایی که مثلا دوست داری برو برام خواستگاری. اما چند جایی که دوست داشت مادرم بره، اما اونجا نشد. بازم من کارم ادامه دادم، جایی که دل خودم بود اونجا رفتم، کارم ادامه دادم. بازم مادرم رضا شد، بازم اونجا رفتم، خواستگاری من صورت گرفت و بالاخره کارمون انجام شد. اما بازم دوباره یه شکی هست که مادرم میخواستم بدون شک هست که فکر میکنم مادرم از آن ناراض بود، اما آخرت ما نمیدونم چی میشه باشه. تشکر. از سوال و جواب میخوام برنامه‌شون. ماشاءالله. بنازم به این احساس محبت نسبت به مادر و احساس احترام که حقیقتاً جای قدردانی داره که جوانی خانمی رو که دوست داره و دختری رو که دوست داره باش ازدواج بکنه، به خاطر عدم رضایت مادر بین دو تا دوست وقتی که میخواد یک رو انتخاب بکنه مادر رو ترجیح میده. جناب دکتر همچنان این جوان در انتخابی که میفرمایند بعد از اینکه مادر مخالفت کرد، رد کردن، قبول نکردن، خودشون هم بیخیال شدن، موارد دیگری رو که دوست داشتن مادر موافقت نکرد، تا آخر هر دو سر یک مورد خاص به هر حال اشتراکاتی رسیدن و تفاهم رسیدن و ایشون ظاهرا ازدواج کرده با مورد آخری. اما ته دلش هنوز این هست که شاید مادر راضی نبود و نگران از عاقبت خودش. شما توصیه شما به این برادر چی هست؟ برادر عزیز و ارجمند، اولا مبارک باشه شما رو این روحیه و این احساس مبارکتون که قدر شناسی کردید برای مادرتون و این انتظار از هر انسان عاقل. حالا شما که مؤمن هم هستید انتظارات به مراتب بیشتر هست. این
احساسی که در قلبتون دارید این خودش دلالت بر صدق ایمان شما میکنه که شما هنوز دلهره دارید. این دلهره رو بذار کنار. الان چون این مورد هست شما و خانمت سعی کنید فرشته باشید تو چشم مادرتون، تو کاری بکنید که مادرتون از این انتخاب، حتی اگر به صلاح تو دلش اون انتخاب برتر نبوده برای شما، الان به خاطر رضایت شما سری تکون داده، باید شما کاری بکنید که این مادر از ته دلش خوشحال بشه و از اینی که این انتخاب صورت گرفته اظهار سعادت و خوشبختی کنه. دلش رو به دست بیارید. اگر مادرتون در قید حیات هستند، اما اگر مادرتون به رحمت ایزدی پیوستن، باز هم دیر نشده است. شما و همسرتون تا میتونید صله رحم مادریت رو به جا بیارید. در حق مادرتون دعا کنید، براش صدقه بدید، دوستای مادرتون، خویشای مادرتون، خالتون و خالهاتون به اینا بیش از پیش رسیدگی کنید تا همه اطرافیان احساس کنند که انتخاب همسرتون واقعا انتخاب درست بوده. و من میگم که این انتخابی که صورت گرفته کاملا درست بوده، چرا که انسانی به ایمان شما و خوبی شما نزد خداوند عزیز هست و خداوند هم این تقدیر خداوند که به اصطلاح بوده که شما با همین خانم ازدواج کنید و الحمدلله این صورت گرفته و آرزوی خوشبختی رو برای شما دارم. ممنونم. تماس بعدی رو عزیزان پخش کنید، پیام بعدی رو بشنویم که بیننده بعدی چه میفهمن. الو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت استاد گرامی. من یک سوال داشتم. عبدالکریم هم از ایران تماس میگیرم. من مثلا از بیرون وقتی که میام مادرم میگه که زنت مثلا فحش داده یا مثلا بچه هاش زده، باز زنت بزنی، اگه نزنم اون ناراحت میشه میره از خونه بیرون. دیگه عرضی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای بابا مشکل شد کار. جناب دکتر شما چه میفرمایید؟ من نمیدونم چه عصایی یا چه چوبی رو پیشنهاد کنم به این استاد عبدالکریم که و چطور هم زنشون رو بزنن. در حقیقت برادر عزیز، شما با یک مادری روبرو هستید که شما رو دوست داره، زندگی بچه‌هاش براش مهم هست و این واکنش مادر هم که هست نوعی دلسوزی رو و نوعی به اصطلاح دفاع از حریم پسرش که شما باشید رو به اصطلاح میرسونه که اینا سرپیچی شما کردن و شما باید اینو رو دعوا کنی چون که شما پادشاه این مملکت هستید. این از این دید مادرت باید قدردانی کنی، دل مادرت رو به دست بیاری، اما به اصطلاح نه این که دل مادرت باشه با ظلم کردن هرگز، و ما به اصطلاح تخطی فرامین الهی، گناه کردن جایز نیست، حتی اگر این دستور از طرف مادر باشه. یعنی مادر هم بیاد به شما امر کنه که شما یک نافرمانی خدا رو انجام بدید، این حق رو شما ندارید، اما دل مادر رو باید به دست بیارید. میتونید مثلا با همسرتون فیلم بازی کنید، اگر نیاز شد یه وقتی فیلم بازی کنید، خب به اصطلاح صدای دعوایی به اصطلاح را بندازید که این مادر پیر شکسته که هست که حداقل دل خوش بشه، دلش رو به هر صورتی شده به دست بیارید، دعوا نکنید، به کسی رو بهش ظلم نکنید، خود مادر رو به هر صورتی که شده، این مادر با عاطفه راضی میشه. با عقل در این موارد رفتار نکنید، بیایید بگید که چرا بزنم، این بیچاره چه به اصطلاح گناهی کرده. این چیزا رو به اصطلاح الان مادر نمیفهمه، در این عمری که هست تعاملش دقیقاً تعامل یه بچه است. مگه نه این است که به اصطلاح دو تا بچه ها وقتی دعوا میکنن، بچه کوچیک‌تر میاد میگه که بابا محمد من رو زده، تو میایی دو تا دستتو به هم میزنی و میگه تا محمد و اون بچه کوچیکی که به اصطلاح خوشحال میشه، احساس میکنه که به اصطلاح اون چیزی که از پدرش خواست، پدرش دعوا کرد برادر بزرگش.
شما هم به همین صورت دل مادرتون رو به دست بیارید، به هر صورتی که میتونید. به اصطلاح این مهمونی که هست 2 روزی پیش شما بذارید که سعادتمند و خوشبخت باشه در کنار شما. ممنونم جناب دکتر. تماس بعدی و پیام بعدی رو میشنویم. سلام عرض کردم. علیکم السلام. سلام به برادران خوب و با ایمان و خدا پرستی رسال حق. برنامه شما خیلی جالبه. من از ایران زنگ میزنم، از ایران شهرستان کرج. اینجا 2 تا پسر دارم که از 20 سالگی بیوه شدم، شوهرم تصادف کرد فوت کرد. این 2 تا پسر بزرگ شدن، الان اصلا سری به من نمیزنن، نمیگن تو مادرم هستی، با اینکه سالمم، با اینکه حقوق از خودم دارم. خیلی دلم شکستم، خیلی توهین بهم کردن، خیلی آزار و اذیتم کردن، خیلی براشون نفرین میکنم. آیا به عقیده شما شیری که به اونا دادم آه من از اینا میگیره؟ از شما خواهش میکنم اگر آه من از اینا نگیره از دین مسلمانی خارج میشم. من عاشق خدا و رسول الله‌ام. از شما میخوام دعا کنید که حقم از اینا بگیره. خیلی ناحقی کردم در حق، خیلی مشکستم. خوشنویس هستم، اسم فامیلیم خوشنویس هست، کرج زنگ میزنم. این 2 تا پسر خیلی اذیتم کردن، اموالمو بردن، پول زمین و خونه و حیات و زندگی و اساسی و همه رو بردن بیرونم کردن. الان تو زمین 30 متری میشینم، نه در داره، نه پنجره داره، نه نور داره. یه حقوقی دارم که بانگی هم از بانک میگیرم. اگه اینو نداشتم میخواستم چه کار کنم؟ تنم هم سالمه. هر چی شما بگید من همون کار میکنم. تا چه وقت صبر کنم که خداوند ببینم انتقام من از اینا گرفته. خیلی ممنون هستم با برنامه خوبتون. من همیشه برنامه شما رو نگاه میکنم. خیلی خوب هستین، خیلی آدمای خوبی هستین. الله تعالی رحم بکنه. حقیقتا جناب دکتر من حرفی برای گفتن ندارم، خودتون جواب بدید. انا لله و انا الیه راجعون. متاسفانه همچنین گرگان بدتینتی در بین بشریت هنوز وجود دارند. انسانهایی که تمام معانی انسانیت درشون مرده و شدن بدتر به مراتب از حیوان. کسی که مادری که تو رو اومد بزرگ کرد، زندگیش رو، جوونیش رو، آسایشش رو، همه رو ریخت به پای تو و بعد خداوند متعال بهشت رو گذاشت زیر پای این مادر. بهشت تو زیر پای این مادر هست. الان تو بیایی این بهشت رو، سعادت دنیا و آخرتت رو به این سادگی از دست بدی. چقدر باید انسان حقیر، احمق و بیشعوری باید باشی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی میفرمایند که خداوند متعال همه گناهانی رو که بخواد مجازات اینها رو به روز قیامت موکول میکنه. الا عقوق الوالدین فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. مگر حقوق پدر مادر که خداوند اون رو در همین دنیا از کسی که حقوق پدر و مادر کرده حتما خواهد گرفت. یعنی این افرادی که یا هر فردی که به پدرش یا مادرش بدی کنه و نفرین و بددعایی اون دنبالش باشه، امکان نداره که در زندگیش سعادتمند باشه. همیشه در جنجال و در بدبختی و در نگونبختی به سر خواهد برد. اون کسی که مادرش رو، دل مادر رو اینطور میشکنه، اشک مادر رو اینطور میریزه، هرگز به اصطلاح طعم خوشبختی رو نخواهد چشید. اما من یک خواهشی از این مادر عزیز و بزرگوار دارم و اون هست که مادر عزیز،
شما الحمدلله رو پای خودت هستی، الحمدلله یک چندرغازی داری، محتاج به کسی نیستی. خودت رو به بچه ها دیگه وابسته نکن. تصور کن که اصلا بچه نداشتی. خیلی از مادرها هستن بدتر از شما هستن، اصلا بچه نداشتن، زندگی تو بردن، همه مال و زندگی. تصور کن که اصلا مال و زندگی نداشتی. تصور کن که زندگی تو از صفر داری شروع میکنی. زندگی کن، سعادت رو به اصطلاح در دلت جا بده. بچه ها تو بنداز بیرون از دلت، نه بچه نه گذشته، همه اینا رو بنداز بیرون. الان یک زندگی نوینی برای خودت آماده کن، برای رسیدن، برای ملاقات با خدا. دیگه دلت رو سیاه نکن با نفرین بچه ها، ولشون کن، نه بهشون نفرین کن، نه بدیشون رو بگو و هیچ میتونی براشون دعا کنی که خداوند دلاشون رو مالامال از ایمان کنه، خداوند به اصطلاح توفیق توبه بهشون بده تا نیگون بخت نشن. این کارو بکن. اگر این کار رو کردی، خب مادری هستی و در حق مادری تا حالا کوتاهی نکردی، از این به بعد هم کوتاهی نخواهی کرد. اگر این کار رو نمیتونی هم بکنی، حداقل نه نفرینشون کن، نه بهشون فکر بکن. به فکر آیندت باش، به فکر روزی باش که ملاقات خدا میکنی. حیف نیست که این زندگیت رو تلف میکنی برای کسایی که ارزش اون رو ندارن، که تو بیایی براشون اشک بریزی، بیایی به اصطلاح به فکرشون باشی. حیف نیست که این زندگیت رو تلف کنی به خاطر دنیا، چندرغاز دنیایی که ازت گرفتن به جهنم بردن. هیچ اصلا بهشون توجه نکن، به این دنیا توجه نکن. به فکر خودت باش، به فکر آیندت باش، به فکر روز قیامت باش که یه چیزی دستت باشه از ایمان، از اصلاح، از ساختنی، از اصلاح جامعه، از نصیحت به دیگران. از شمایی که به اصطلاح آگاه هستید، یک خانم مؤمن و متعهدی هستید، میتونید خیلی در مسیر اصلاح جامعه کوشا باشی و اون افراد به اصطلاح فرزندان نابخردی که در کنار شما بودن، الحمدلله که از کنارتون رفتن و الان شما فرصت دارید که خودتون رو اونطوری که باید باشید پیش خداتون جلوه بدید و زندگیتون رو با چیزایی به اصطلاح افرادی که ارزش این رو ندارن که شما بیایید براشون اشک بریزید، زندگیتو داغون نکن. ممنونم جناب دکتر. حقیقتا من پوزش میتونم از شما بینندگان عزیز. تحمل اشک هر مادری برای هر فرزندی که بوی از احساس فرزندی برده باشه واقعا مشکله. و چگونه ممکنه که خوشبخت بشه فرزندی که اشک بر دیدگان پدر و مادر خودش جاری کرده و ظلم کرده به اونها و سبب شده که اونها اشکشون جاری بشه. اجازه بده جناب دکتر به همین قدر از پیام‌های بینندگان عزیز اکتفا بکنیم، با توجه به اینکه به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. ان شاء الله عزیزانی که پیام‌هایی دارید که مرتبط به موضوعات سفره دل هست و موضوعاتی که چه گذشته مطرح شده، چه به هر حال در سالهای گذشته، چه در امسال، میتونید با پیامگیر مطرح بکنید. ان شاء الله حتما همه پیام‌های شما عزیزان رو بیشتر و بیشتر پخش خواهیم کرد. در برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم وقت بیشتری بگذاریم و همچنین پیام‌هایی که اگر دوست ندارید صدای شما پخش بشه، میتونید SMS بفرستید، از طریق واتساپ بفرستید که ان شاء الله میخونیم متن و ان شاء الله پاسخ خواهید رسید. جناب دکتر، اگر می‌خوایم بحث خودمون رو در موضوع احتیاط و کسانی که به این مصیبت گرفتار هستن خلاصه بکنیم در 4-5 دقیقه‌ای که فرصت باقی هست، شما توصیه شما برای ما چی هست؟ مایی که به هر حال شاید جزء خانواده‌های این عزیزان نباشیم و اطرافیان، چه توصیه برای اطرافیان دارید و راه حل رو در چی می‌بینید؟ چیکار باید کرد به هر حال برای ترک این مشکل و مصیبت، برای اینکه ما رو نجات بدیم چیکار باید بکنیم؟ چرا گام عملی برداریم؟ بله، ببینید ما با یک واقعیت باید خودمون رو روبرو ببینیم، هم شخص معتاد، هم خانواده، هم خیشان و جامعه. نباید خودمون رو قربانی اعتیاد بکنیم. یک واقعیتی هست و باید باش بسوزیم بسازیم. نه، راه حل این نیست که بسوزیم بسازیم، راه حل نیست. راه حل درمان هست. زندگی در این بحران رو تحملش نکنیم. از به اصطلاح زندگی با شرم و ترس و وحشت و اینی که مردم چی خواهند گفت و چی میشه، این رو نباید تحملش کنیم. انکار رو هم راه حل نیست که بیایم انکار کنیم که آقا معتاد نداریم تو خونه، اعتیاد نیست. این هم راه حل نیست.
این معضله‌ای که تو خونه هست، این هم با این ساختن و سوختن هم راه حل نیست. یه معتاد باید اول قبول کنه که بیمار هست، دوم تسلیم بشه که ترک اعتیاد تنها کار اون نیست. شما دقیقاً یک بیمار هستید، بیمار روحی روانی هستید، نیاز دارید به درمان و درمان هم کار خودت نیست. خانواده هم باید این رو قبول کنه که در محیط خانواده یک بیمار هست، یک معتاد هست و باید در فکر اقدامات جدی برای بهبودی و نجات این بیمار باشه و احساس نکنیم که به اصطلاح ما سبب این اعتیاد هستیم، نه خانواده نه اطرافیان. به هر حال یک چیزی بوده، سببش چی بوده مهم نیست، مهم اینه که الان یک بیماری در کنار ما هست. همه باید بسیج بشیم برای درمان این بیمار. من تأکید دارم هی میگم بیمار که میخوام که تو ذهنمون جا بدیم که این یک بیمار هست، نه یک جنایتکار که ما بخوایم که به اصطلاح سرش رو بزنیم، گردنش رو بزنیم، آقا هر که بیمار شد اعدامش کنید. نه خیر، این راه حل نیست. یه بیمار هست، مراکزی هست برای ترک اعتیاد، از این مراکز کمک بگیریم، از افرادی که در این مسیر گامه‌هایی داشتند، از افراد مصلح جامعه کمک بگیریم. بیاییم دست در دست هم همه بسیج بشیم، با این واقعیتی که در محیط هست با این روبرو بشیم. یک بیمار هست و در پی درمان اون باشیم. این راهی هست که ما باید در قبال وظیفه ماست در قبال این بیمار. در قبال خانواده این بیمار هم دقیقاً همین وظیفه رو داریم. همه افرادی که به اصطلاح با این خانواده نزدیکند، رابطهشون نزدیک، هرچه نزدیکتر هستند به همین مراتب وظیفه و مسئولیتشون بیشتر میشه. اونایی که باید پدری کنند، باید در حق این خانواده و فرزندان این خانواده پدری کنند. خانم هایی که نزدیک هستند باید در حق این خانواده حق مادری رو ادا کنند. خیشان، اطرافیان، هم بچه محلی ها، همه در حق این خانواده بهشون برسند. همونطور که گفتم یک خانواده که توش بیمار هست یک خانواده متشنج هست، یک خانواده ای هست که کل خانواده با یک معضله درگیر هست. ما سعی کنیم اگر همه با هم دست در دست هم بدیم، این فشار بزرگ و این معضله بزرگ و این درد بزرگ وقتی تقسیم بشه در بین افراد مختلف، فشارش کم میشه. اون خانواده به صورت یک نرمال و سالمی رشد خواهد کرد و بیمار هم درمان خواهد شد. خیلی ممنونم جناب دکتر، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید و خداحافظی شما رو در کمتر از 1 دقیقه با بینندگان عزیز میشنویم. بنده هم از اینی که منت نهادید و فرصت دادید تا در خدمت شما و بینندگان باشم، از شما و بینندگانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن کمال سپاس و تشکر رو دارم و از دوستای اتاق کنترل و شبکه جهانی وصال حق هم کمال سپاس و قدردانی. خدایارتان، التماس دعا از همه‌تون. تشکر میکنم بنده هم از طرف خودم و به نمایندگی از بینندگان عزیز و از بچه‌های کنترل و از طرف بچه‌های کنترل از حضور شما در این برنامه. و جا داره که بینندگان عزیز حقیقتاً نسبت به اطرافیان خودمون بیشتر دقت بکنیم و اگر در جامعه خودمون چه در خانواده چه در بین دوستان، آشنایان و محلی ها، اطرافیان گذرمون بر شخصی میفته که حالا ما اسمش رو میگذاریم معتاد، بیمارانی که در این شرایط قرار دارن، به فکر اصلاح باشیم، نه به فکر این که خدای نکرده توفی هم سمتشون بندازیم و 4 تا نفرین هم بکنیم. و به هر حال این ابتلایی هست که در جامعه ما اتفاق افتاده و سعی بکنیم که یک گامی برداریم در راه حل این مشکلات و این موزنات و این مصیبت ها. اونا هم پاره تن ما هستن، جزئی از جامعه ما هستن، جزئی از پیکره امت ما هستن که بعد اینها رو ما نجات بدیم و نگذاریم که در این باطلاق غرق بشن و عده دیگه رو هم با خودشون غرق بکنن. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز، از دوستان عزیز در کنترل، اتاق کنترل، از محمد جان و احمد جان و رفیع الله عزیز که کارگردانی برنامه مهدش بود، از فرید و عبدالله عزیز هم، و خطاب اون مادری که اشک ریخت و ما رو هم به اشک واداشت. بعد عرض بکنم که تمام بینندگان عزیز فرزندان شما هستن و همه ما دعا میکنیم برای سعادت شما و همه مادرانی که
واقعا دل میسوزونن برای فرزندانشون. همه مادران امت اسلامی رو دعا میکنیم که الله تعالی همه رو در بهشت برین جای بده و همه پدرانی که زحمت میکشن برای فرزندانشون، و دعا میکنیم از الله تعالی میخوایم که همه فرزندان رو توفیق احترام و قدرشناسی والدینشون رو نصیب بکنه. تشکر میکنم از همه شما و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.